امروز طریقه مسواک زدن رو آموزش میدم. من قبلش یه مقدار توضیح میدم راجع به دندونا، بعدش بین این صحبت‌های من طریقه مسواک زدنم هست. اگر این دندون باشه، این لثه در این جایی که به هم متصل میشن یه شیار وجود داره، بهش میگن شیار لثه‌ای. یعنی چی؟ یعنی اگر این دیواره دندونه لثه بهش اینجوری میچسبه، اینو میگن شیار لثه‌ای. دور تا دور دندون و این شیار در بر گرفته. موقعی که ما غذا میخوریم بلا فاصله داخل این شیارا پر میشه از مواد غذایی ریز و نرم. تو دهنمون میکروبا بهش اضافه میشن، شروع میکنن به زیاد شدن. بعد از 24 ساعت تا 48 ساعت رشد میکنن، آروم آروم نقاط کلسیفیه ایجاد میشه، شروع میکنن به صورت سنگ در میان، بهش میگن جرم یا سنگ دندون. در این موقع شما اینا رو هر چی مسواک بزنی دیگه نمیرن. حتما باید با دستگاه‌های مافوق صوت جرمگیری اینا رو تمیز کنیم که ما میذاریم پدالو که میذاریم تمام مواد آهکی که ایجاد شده در این کنارا تمام یا بین دندونا تمام اینا پودر میشه و شسته میشه میره. حالا اگه این کارو نکنیم چی میشه؟ این جرمایی که در اینجا قرار گرفتن رشد میکنن، میرن داخل، لثه رو از دندون جدا میکنن. بعد از مدتی دندون لق میشه، درد میگیره، باید کشیده بشه. یا به لثه طرف مقابلش میکروبای جدیدی اضافه میشه، شروع میکنه تورم، خونریزی، عفونت. در این مرحله میگن پیوره شده که باز دوباره باید تعدادی از دندونا کشیده بشه و تا این بیماری برطرف بشه. برای اینکه این مسائلی که گفتیم اتفاق نیفته چیکار میکنیم؟ مسواک میزنیم. در مورد مسواک زدن شما 5 تا نکته رو باید بدونید. اول، هدف از مسواک زدن چیه؟ یعنی شما وقتی میری مسواک رو برمیداری میخوای مسواک بزنی کجا رو میخوای تمیز کنی؟ دوم، چه موقع مسواک میزنی؟ سوم، با چه نوع مسواکی مسواک میزنیم؟ چهارم، به چه طریقی مسواک میزنیم؟ پنجم، چقدر طول بکشه این مسواک زدن ما؟ این 5 نکته رو من برای شما توضیح میدم. اول، هدف از مسواک زدن تمیز کردن داخل شیار لثه‌ای هست. این هدف اصلی ماست. پس وقتی ما میریم مسواک رو برمیداریم میخوایم بیایم دندونمون رو مسواک بزنیم، میخوایم این داخل شیار لثه‌ای رو تمیز بکنیم. هدف اصلی ما اینه. دوم، چه موقع مسواک میزنیم؟ همیشه بعد غذا. چرا؟ چون بعد از غذاست که داخل شیار لثه‌ای پر شده. سوم، با چه نوع مسواکی مسواک میزنیم؟ الان مسواک های مختلفی و موجوده تو بازار. من مشخصات یه مسواک خوب رو برای شما توضیح میدم، هر مارکی که خواستید انتخاب بکنید. اولا اندازه مسواک نه خیلی کوچیک باشه نه خیلی بزرگ باشه. موهاش 4 ردیف باشه که پرپشت باشه. پلاستیکی و نرم باشه. حتما نرم باشه، برای اینکه ما دلیلی نداریم که مسواک زبر یا مدیوم استفاده بکنیم. چرا؟ چون بعد از اینکه ما مسواک دندونامون رو جرمگیری میکنیم، تمیز میکنیم، این هیچ داخل شیار لثه‌ای هیچی نیست. با یه مسواک نرم دقیقاً تمیز میشه و کار ما رو انجام میده. و از مشخصات خوب این مسواک های بعضیا اینه که ما موقعی که موها رو بذاریم زیر میکروسکوپ نگاه بکنیم نوکای اینا راوند انده، یعنی گرد شده. اینا خیلی بهتر از مسواک هایی است که تقریبا بریدن سطحشو. این هم از نوع مسواک، سطحش هم تقریبا صاف باشه. حالا مارکش هرچی میخواد باشه. بعضی مسواک ها هستش که این انتهاش یکم بلندتره، برای پشت دندونای عقل استفاده میشه. هر کدوم کارایی های مخصوص خودشو داره. پس بنابراین اینم وسیلمون. حالا به چه طریقی مسواک بزنیم؟ هر کسی یه جوری عادت داره، یه جوری مسواک میزنه. این طریقی که ما میگیم براتون یکی از بهترین طریقه ها و راحت ترین طریقه های مسواک زدنه. هدفمون تمیز کردن این شیار لثه‌ای. مسواک رو به صورت 45 درجه کنار لثه و دندون قرار میدیم. موهای وسط میره داخل شیار لثه‌ای، موهای اینور لثه رو ماساژ میده، موهای اینور دیواره دندون رو تمیز میکنه. اینجوری که بذاریم 45 درجه است. حرکت به چه صورتی؟ دورانی و مالشی. یه حالت دورانی و مالشی میدیم که داخل شیار لثه‌ای هر چی هست خودش شسته میشه و میاد بیرون.
برای هر دندون تقریبا محاسباتی که کردن 20 بار باید بچرخه. میایم تا برسیم به اینجا. این بر که تموم شد، سطح داخل دندونا به این صورت که بذاری 45 درجه دورانی مالشی داخل شیار لثه‌ای. میایم اینجا رو باید زاویه مسواک رو تغییر بدیم تا بتونیم کاملا تمیز بکنیم. این طرف که زدید روی دندونا رو، بعد طرف مقابل بالا هر 4 طرف فک بالا و پایین رو به این صورت 45 درجه دورانی مالشی داخل شیار لثه‌ای تمیز میکنیم. پنجمین قسمت چقدر طول بکشه؟ 5 دقیقه. اگه زدید شد 2 دقیقه، 5 دقیقه شروع میکنید تا کاملا دندوناتون رو تمیز بکنید. حالا بعد 5 دقیقه یه جایی هست که تمیز نشده. کجاست؟ بین دندونا. بین دندونا با چی تمیز میکنیم؟ با نخ دندان پزشکی. نخ دندان پزشکی یه تیکش رو میبندیم دور انگشتمون، خیلی کوتاه اینجا آروم رد میکنیم. اولش گیر میکنه بعد رد میشه. اگه غذا گیر کرده یه تکون مختصر به این دندون تکیه میدن، میارن بالا، رد میکنن به این دندون. دیواره دندونا رو تمام و با این طریقه وسیله تمیز کردن بین دندونا نخ دندان پزشکیه. اینم حالا از امشب شما شروع میکنی به این طریق مسواک زدن. حالا نمیدونی خوب درست مسواک میزنی اشتباه میزنی، از این قرصا استفاده میکنی. این قرصا برای تصحیح مسواک زدنه. یعنی اگر شما مسواک میزنی بعد جا قلم میفته، از این قرصا که بعضی داروخانه‌ها دارن میتونی استفاده بکنی. موقعی که طریقه استفادهش هم اینه که شما امشب نخ دندون میندازی، 5 دقیقه مسواک میزنی، دهنتو میشوری، کامل که تمیز شد یه دونه این قرصا رو میذاری دهنت میجوی. به اندازه 1 تا 2 دقیقه تو دهنتون اینو میجوید، قرقره میکنید. بعد از 2 دقیقه اضافاتشو خارج میکنید. تمام دهن ما قرمز میشه. چرا؟ چون بعد از استفاده از این تو دهنمون میکروبا همش قرمز میشن، بنابراین دهنمون قرمز میشه. بعد 1-2 ساعت همش جذب میشه و میله. ولی اگر دیدی شما روی دندوناتون، رو تاج دندونتون هر جا قرمز شد، اونجاها خوب مسواک نخورده. سر زاویه‌های فک، داخل، هر جا که روی تاج دندونتون قرمز شد اونجا خوب مسواک نخورده. اونجا رو دوباره مسواک میزنید. 2 بار 3 بار که این کار رو انجام بدید، بعد از مسواک زدن هیچ جا نیست که قلم بیفته. مسواک زدنتون کاملا صحیح خواهد بود. ممنون، متشکرم.